در یک دوره کلون یک کمپیر در سخن میتنه برنده میگه که ماما همی شاه و عروس حیات دعای نیک کن خیلی چند رفته میگه 85 ده میگه یک دعا که همی عمر خیلی تا ببینن همی نوجوان ها بعد میگه که فرزندای عزیز در میکروفون میگه شما عمر مرا و زندگی مرا ببینین الله اکبر میگه میرا میشنه که برنده میگه ماما خیلی زندگی داشتی آخی یک بار مفصل نقل میگه که اون سالایی که مرا شو دادن بچه های فرزندای من میگه او وقتا دوره انقلاب بود خیلی دیده عاشق شده گرفتن نبود کسی را میدادن توکل به خدا اکنون را میگرفتی مرا هم یک کسبتن میگیری بعد عروس مرا برآوردن یا عربا اومد میگه اسب همو عربا را میکشه که مرا عروس هم میبرن میبینه میگه همون داماد شونده شوهر من میگه این کلوبچی های در او پیستالیت هم داره در اینجا همین نه یا مهربانی های میگه نه یا چیز های میگه همین شیشت بلوی عربا داو چو بود اسبا میگه همه دلم زیگ شد که این تک رو بیودم این نمیشده کی باشه شوهر شونده من بعد میگه اسب رفت عدسه زد اسبا هم یکی عدسه میزنن میگه یک میگه اونای چی میگه میگه با کمتر دیگه اسب میگه رفت میگه جایی که با عدسه زد که میگه گفت دو میگه گفتم این یکم وحشی ده مرا داد یعنی کی را داده باشن یک کوتالا که بر اومدن میگه که اسب با یه بار دیگه عدسه زد که پیستوله چه برابر اسب 3 تیر زد میگه تلخه های ما کپید دوای کدم ای مردم بیاین که مرا یکم وحشی های دیوانه مرا کی را دادیان دوای کدم میگه با سری عبر خیسم خرمادر گفتم میکنم که گفت که یک اینا فرزندای عزیزی من میگم ما 60 سال قطعی مسافر یک جای زندگی میکنیم هالیوود ده نگفته مقصد که همین گبی قدیمه که میگن که سخن شوهر ده کردن در کار نیست